های نهایت عزیز و گرامی، بسیار خوشحال هستم که امروز یک ویدیوی جدید خدمت شما تقدیم میکنم. ما فعلا تاریخ 19/8/2015 که من در شهر چیچینی کشور فدراسیون روسیه قرار دارم. مرکز چیچین شهر گوزه و این شهر یکی از بهترین شهرهای اروپا حساب میشه و سرسبزترین و شهری که مسجدش مقام اول در تمام کشورهای اروپایی گرفتن و این مسجد در 3 طبقه ساخته شده و گنجایش 10,000 نمازگزار داره و بسیار زیاد یک مردم خوشبرخورد، یک مردم با فرهنگ و با کلتور قوی اسلامی و مسلمانی. ما بسیار خوشحال شدم و از زیبایی های این شهر، از سبزه و از آب روان این شهر بسیار زیاد خوشم آمد و خواستم که یک ویدیوی جدید خدمت شما دوستان عزیز و گرامی تقدیم بکنم و تقاضا بکنم اگر وقت داشتین، زمان داشتین، دوست داشتین سیاحت بکنین، بیاین به این کشور یک بار از این شهر زندگی ببینین زیبایی های این شهر و کلتور این شهر و مردم این شهر بسیار زیاد خوب داشت. البته ما تنها نیستم در این شهر، همراه ما عبدالمومن رحیمی همسنفی ما از با هم دیگه آمدیم در اینجا و خواستیم که یک سیاحت بکنیم و همچنان ویدیو را خدمت شما تقدیم بکنیم و غیر از من کاملا را میگیرم. میخوایم که مومین که همراه ما آمده چند کلمه گفتنی داره که همراه شما شریک بکنیم. سلام علیکم دوستان عزیز، منم به نوبت خود نه تیر خراب